میکشد ما را به فهم بحر و بر، بیگمان جاذبه علم و هنر. درودی به پایان سارتان بینندگان ارجمند تلویزیون علم و طبیعت. نخست برنامه تحلیلی و علمی جاذبه است که از تلویزیون علم و طبیعت پخش می شود و ناگفته نماند که اکادمیای ملی علم های جمهوری تاجیکستان و مؤسسه دولتی تلویزیون علم و طبیعت در این اواخر تصمیم گرفتند که در یک جایگی و همبستگی یک پروژه تلویزیونی رو با نام جاذبه منظور بینندگان گردانند و در دایره آن مسئله و مشکلات امروزی ما، البته منظور ما مشکلات هویتی و اخلاقی و مدنی و فرهنگی و فکری است و بحران هایی که امروز پیش رو داریم، برخورد هایی که امروز پیش رو داریم، نقشه‌بندی ها و برنامه‌ریزی های ژئوپلیتیکی که امروز پیش روی ملت دولتی ما قرار دارند و در بستگی با همه اینها و در رابطه با این مشکلاتی که پیش روی ما قرار دارد و تهدیدها و چالش‌هایی که ما را نگران می‌سازند، یک برنامه ویژه تلویزیونی تخصیص دادیم و در آن مسائل گوناگون، مسائل فرهنگی، مسائل سیاسی، مسائل مفکوروی، مسائل علمی، مسائل بنیادی فرهنگ تمدن امروزی تاجیکی ما بررسی میشوند و تمرکز ما بیشتر به نکته اساسی همون جاذبه هویتی است که ملت را، مردم را، دولت را، جامعه را به هم می آورد و در حل مشکلات روزافزونی که امروز با اونا دست و پنجه نرم میکنیم مسئول می نماید. با این هدف نخستین برنامه امروز پخش می شود با نام وضع جهانبینی علمی در منطقه و امروز در استودیو با خود داریم فیلسوف و دانشمند معاصر ملی دکتر فلسفه نورالدین شهاب‌الدین که سر موضوعها و مشکلات فرهنگ امروزی ما تحقیقات جدی گذراندن. تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید، خوش آمدید به استودیو و شروع میکنیم از نخستین سوال ما که وضع جهانبینی نام دارد. برنامه نخستین ما با نام وضع جهانبینی علمی در منطقه نامگذاری کردیم و از همین خودی مفهوم جهانبینی شروع میکنیم. نورالدین جان مرحمت فرمایید. تشکر زیاد برای دعوت و همچنین با عرض سلام به بینندگان و شنوندگان تلویزیون علم و طبیعت. اگر ما بواسطه از مسئله جهانبینی آغاز نماییم، ما باید قید نماییم که از روزی که بشریت چشم معنوی خودش را گشود و یک آثار از هنر و از معنویات گذاشته است، این مسئله همچون جهانبینی در فرهنگ جهانی تحلیل شده است و آموخته شده است. لیکن خود کلمه اگر ما بواسطه از خود واژه جهانبینی گیریم، اگر جهانبینی نخستین مراتبه در آخر عصر 18 از جانب فیلسوف آلمانی ایمانوئل کانت پیشنهاد شده است که در زبان آلمانی ولت آنشاونگ یعنی عیناً به مثل تاجیکی یعنی بینش ما نسبت به جهان به وجود آمده است. جهانبینی یک دایره مضمون هایی که واژه جهانبینی میگیرد بسیار وسیع است. آن میتواند هم جنبه های احساسی انسان را در بر گیرد و هم جنبه های عقلانی انسان را، از همون مثلا از خرسند بودن، مثلا غمگین بودن، بی پروا بودن، بی تفاوت بودن، یا که مثلا نظری عقلانی معرفتی نسبت به جهان داشتن، این همه تعلق دارد به واژه جهانبینی. لیکن به طریقی اگر گوییم باز مشخص‌تر، دانشمندان همین جهانبینی را به 3 مرحله تقسیم کرده هستند در تاریخ تمدن بشری. مثلا جهانبینی ابتدایی که اونها صرف نظر کرده هستند، البته اون جهانبینی ابتدایی که ما میگیم البته همه چیز با سحر و جادو با این چیزا آغاز شده است تمدن انسانی، لیکن صرف نظر کرده هستند اولین نمود جهانبینی این جهانبینی اساطیری است که بله جهان را در اساس پرینسیپ تخیل معرفت میکردن. زینه دوم جهانبینی این جهانبینی دینی می باشد که در اساس اعتقاد و باوری نسبت به عالم مقدس، ارزش مقدس، کتاب مقدس به وجود آمده است. و زینه نسبتاً مدرن تر، زمانه تر جهانبینی این جهانبینی علمی و فلسفی می باشد که
گویا که ما در زمان معاصر با چنین نماد جهانبینی زندگی داریم. لیکن این رو ما نمیتوانیم همچون یک چیزی مطلق قبول کنیم. برای چی؟ در اینجا ما میتونیم دو خصوصیت فرهنگی را مثال بیاریم در فرهنگ یونان و در فرهنگ فارسی توجیکی. مثلا یونانی های باستان الکی آنها تقسیم کرده بودن، جدا کرده بودن سرحد میفوس رو از لوگوس. میفوس این همان جهانبینی اساطیری هست است، لوگوس باشد جهانبینی دینی است. میبخشید جهانبینی علمی است. لیکن همین مسئله در فرهنگی مثلا ما جدا نشده است. اگر ما گیریم، اگر مثلا آثار اساطیری را گیریم، اگر آثار علمی را گیریم، آثار دینی را گیریم، ما ببینیم که هر سه همین چیز آمیخته است. مثلا اگر ما همین تعلیمات زردشت را گیریم، در آن هم علم است، هم دین است، هم اساطیر است. همین خیلی دیگه تعلیمات ها رو هم گیریم، اگر در اونجا همین سه چیز در آمیختگی قرار دارد. یعنی مشخص نشدن جایگاه های هر یک در این کاتگوری ها و این به اصطلاح مفهوم های کلیدی که در ساختمان بینش انسان شکل گیری بینش سهم دارن، اینا به طور مشخص جدا نشدن. بله، اگر همین خیلی ما نظر کنیم در حقیقت اینها سرحدها معین نشدن، جدا نشدن. امروز هم همین اگر ما مثلا دانشمند ما گپ زند، اگر حتما میبینی که هم در هم اساطیر است، هم دین است. یعنی که همون بینشی که در ابتدا شکل گرفتگی بود به تغییر تا امروز همین ادامه یافته آمده است. یعنی این آمیختگی نوردین جان سبب این چالش ها و این مثلا نافهمی هایی که در زمینه جهانبینی در طول تاریخ ما اتفاق افتاده است به همین صورت است که اینا آمیخته کردن، همه مثلا نوع‌های گوناگون جهانبینی در یک جا منسجم کردن و در دایره این قالب های ساخته خود اندیشرانی و نظریه پردازی کردن. همینطور است. خب یک اندازه میتوان قبول کرد، اما حقیقت اون است که مثلا ما همین نظری معرفت نسبت به نظری معرفت مناسبت جدی نداشتیم. همین در فرهنگ ما یگان مرحله نمیتوانیم پیدا کنیم که آنها همین سرحدهای اینها را از دیگر جدا کرده در همین سرحدهای معین یا که در چارچوبی علم و دین و مثلا اساطیر علاهیده نظریات پیشنهاد کنند. همیشه این نظرها آمیخته باقی مانده هستند. زنده باشید. تشکر زیاد. و خودی همین مفهوم جهانبینی با یک کلمه ساده هم مجموعه تصورات های انسان است درباره جهان و طبیعت و مثلا جهان پیرامون با واسطه مثلا همین نوع به اصطلاح برخورد به طبیعت، به خودش، به جهان پیرامون این یک نوع نظریه میسازد، یک نوع تصورات میسازد و با همین تصورات ها زندگی میکنند. قبول است، درست است. این اما مجموعه اعتقادها، مجموعه ارزشها، مجموعه باوری هایی که نخست توسط تربیت خانوادگی و من بعد توسط آگاهی و توسط مثلا ترغیباتی که در جامعه میشود و توسط مثلا مطالعاتی که ما داریم اینها شکل میگیرن، در خود تغییر مییابند. بله، گسترش مییابند. با واسطه جهانبینی ذهنیت سازی ها صورت میگیرن و اتفاق افتادن. فرض کنید مثلا همون زینه های شکلگیری جهانبینی شما از آغاز گفته جهانبینی اسطوروی و میفولوژی، جهانبینی دینی و مذهبی و جهانبینی فلسفی و علمی. همینطور همین درجه بندی ها باعث آن گردن که جهان تغییر کند. همینطور است؟ درست. میگذاریم به قسمت دیگری پرسش که وضع جهانبینی که گفتیم مثلا موضوع ما که وضع جهانبینی از منظور ما از جهانبینی علمی هست. اکنون یک سیر تاریخی داشته باشیم نوردین که ما همین در طول تاریخ منظورمون همین محدوده تاریخی خودمون است، قلمرو تاریخی و جغرافیایی خودمون است و همین چگونه بوده است و چگونه امروز شکل میگیرد، چگونه امروز تغییر مییابد و نفس میکشد به اصطلاح. درست است. بسیار سوال جالب است. اگر ما میتونیم در محدوده فرهنگ خود همین بحث کنیم، ما میتونیم که مثلا نسبتاً وسیع‌تر در محدوده فرهنگ جهانی بحث کنیم. خب اگر ما مقصد ما جهانبینی علمی باشد، اگر همین خیلی تصورات وجود دارد که تنها در یک همگی 4 یا 5 عصر بوده است که انسانیت با علم سر و کار گرفته است. یعنی در برخورد با طبیعت یعنی جهانبینی علمی را تشکل داده است. این هم مثلا در یونان باستان، در ریم باستان و من بعد امروز که از عصر 16 17 سر کرده در اروپا. از دوره احیا به این طرف مثلا مخصوصا زمان نو این بعد. اگر ما از همین تعریف ستایش هایی که ما به می عادت شدگی است صرف نظر کنیم، یک برخوردی
برخورد علمی و منطقی و معرفتی کنیم، اگر همین در فرهنگ ما نمیتونیم یک عصر نامبر کنیم که ما به واسطه با جهان بینی علمی زندگی کرده هستیم. ما میتونیم بگیم که مثلا پیش از ظهور اسلام ما نمیتونیم انکار کنیم که علم وجود نداشت در ما. اگر ما مثلا همین تنها همین متمرکز شویم سری مسئله های همین جشن هایی که داریم، نوروز و صدای، میبینیم که همین اساس علمی دارد. یا بناهایی که مثلا ساخته شده است اگر مشاهده کنیم، اگر اینها اساس هندسی دارن، یعنی که ما از طب با خبر بودیم، از متماتیک با خبر بودیم، از هندسه با خبر بودیم، از ستاره شناسی با خبر بودیم، لیکن اونگونه که در آغاز گفتیم همین ها آمیخته هستند با دین و اساطیر، یعنی در سایه دین شکل گرفته هستند. اگر مرحله اسلامی را ببینیم، اگر تنها یک مرحله وجود دارد، همین مرحله عصرهای میتونیم گفتن عصرهای 9 و 11 که یگانه مرحله هست که به واسطه دانشمندهای ما رو آوردن به طبیعت و کشف قانونهای طبیعت و کشف اون روندهایی که در طبیعت وجود دارد. همین هم نه در آزادی، همین هم در سایه دین. سر این مسئله تمرکز کردیم نوردین جان که بحران جهانبینی در عصرهای میانه، هرچند که مثلا کوشش ها و تلاش های از جانب ابوبکر رازی و از جانب مثلا ابن راوندی و اینا، مخصوصا نهضت شعوبیه شروع شد و یک کارایی را انجام دادن، باز میایم سر این که اکن بحران به هر صورت بحران جهان شناسی و جهان فهمی در اون زمان بود. مثلا شما یک نکته جالبش اشعریه را، تفکر اشعری و اشعریان نو و اونجا به میان گذاشته اید. انا سر همین نکته تمرکز کنیم که بحران جهانبینی یا جهانبینی، نکته خوبی گفتید که جهانبینی بحرانی، از اینجا شروع کنیم. در حقیقت همون اصطلاحی که جهانبینی بحرانی میگیم وضعیت ما رو بهتر افاده میکنه نسبت به اون که بحران جهانبینی. برای چی؟ وقتی که میگیم بحران جهانبینی گویا که یک جهانبینی خوب آمده است و با خود به بحران گرفتار شده. وقتی میگیم جهانبینی بحرانی، میبینیم که این جهانبینی از خیلی بر وقت خودش همین در حال بحرانی مشکلی دارد، نقص داشته است. اون که ما میگیم وقتی که درباره عصر طلایی گپ میزنیم که در زمان عباسی‌ها ما عصر طلایی داشتیم، در حقیقت همین خیلی بود. همین عصرهای 9 و 11 اینها عصر طلایی میگن. لیکن همگی همین 3 خلیفه عباسی همون هم با مصلحت همین برمکی‌های ایرانی اونا توجه کردن به علم و به فلسفه. الکی نفر چهارمی که اومد الکی و پیش راه این را گرفت. او گفت که دیگر گفت ما باید بحث کنیم علم‌های دقیق را آموختن رو. دیگر ریاضیات، طبیعیات، هندسه، نجوم اینها را گفت ما دیگر باید نآموزیم. ما گفت باید تنها به کتاب مقدس به حدیث رو آوریم. تنها بجای علم‌های عقلی با وجود آمد توجه به علم‌های نقلی. یعنی همین از همون لحظه که ما گفتیم که برتری ما این توجه به علم‌های نقلی، این معنیش این است که از همون لحظه اندیشه ما بحرانی گردید و این بحرانی تا امروز ریشه دوانده ایستاده است. و در مسئله شعبیه هم بسیار خوب قید کردید. در این مسئله استاد کامل بگزاده پژوهش بسیار زیاد دارن، لیکن بدبختانه اون است که همین پژوهش، همین روش با وجود همین قدر مبارزه ها، ضدیت ها چندان موفق نگردید. این هم نه از طرفی مثلا گویم که بیگانه ها، بلکه همون ترغیباتی که در ما بود همین خیلی باعث آن گردید که همین روش همین شعوبیه و در داخل همین روش شعوبیه توجه به علم‌های عقلی از بین رود. و در اینجا در زمانی در اول مرحله اسلامی ما میتونیم گفتن که همین مکتب‌های فلسفی را به 3 شاخه تقسیم کرده میتوانیم. آنها که شما نسبتی زکریا رازی و ابن راوندی گفتید، اینها مکتبی صرف عقلگرایی بودن. آنها میگفتن که ما مثلا با دین نو پیدا شده اسلام و حدیث به اینا توجه نمیکنیم، ما توجه میکنیم تنها به طبیعت، به عقل، به تجربه، به مشاهده و حتی نه به ارسطو بلکه اون فیلسوفایی که پیش از ارسطو بودن، یعنی نسبت به هستی نظری به واسطه داشتن. این یکم نظر بود. روش دویمش باشد این فلسفه کلام، مکتب‌هایی که در بصره و در کوفه و در بغداد به وجود آمدن، اینها را میگن مکتب‌های گراماتیکی که به واسطه سر و کار داشتن با کتاب قرآن.
اینجا دو مکتب بود. اول اسماعیلیه که تعلق داشت به مذهب تشیع و دومش باشد اشعریه که به مذهب تصنع. اینها میگفتن که بغیر از اون چیزی که در قرآن اسلام است ما دیگر مکتب‌های علمی و فلسفی را قبول نداریم، هر چیز از باطل است. و روش سوم باشد این روش مشایخ‌ها ابن سینا و فاروق دیگر. اینها میخواستن که همین دو نظر رادیکال با هم سازش دهند، یا گویا اونها میخواستن که فلسفه اسلامی را با دین اسلام، فلسفه یونان را با دین اسلام سازش دهند، آشتی دهند. لیکن از بین همین قدر مکتب‌هایی که وجود داشت یگانه مکتبی که در اینجا غلبه کرد همین مکتب اشعریه بود. ببینید که با وجود همین خدمت‌هایی که ابن سینا کرد، مسلمان بود، 5 وقت نماز میخوند، با بسم الله الرحمن الرحیم سر میکرد، کافرش اعلام کردن. خب خود از خود معلوم است که ابن راوندی و زکریا رازی هم آنها دیگر انکشاف نکردن، تمام اثرهای آنها را سوزاندن. اون مکتب هم تشکل نیافت. یگانه مکتبی که تشکل یافت در عصر میانه و موفق گردید همین مکتب اشعریه بود. برای چی؟ از یک جهت نمایندگان اشعریه آنها با سیاستمدارای دور رابطه خوب داشتند. از دیگر طرف باشد اینها با عامه مردم رابطه خوب داشتند. فکر کنید که چندین نفر در اینجا امام هستند و از پس هر کدام اینها هزارها نفر عبادت میکند، با آنها اعتقاد دارد. برای همین همه گونه روش‌های فکری که وجود داشت در ما، مثلا ما نسبت فلسفه یونان، فلسفه هند، فلسفه پیش از اسلامی ایرانی یا که نسبت به علم‌هایی که وجود داشتند تعصب نداشتیم. لیکن همین تعصبی که اشعریه در ما با وجود آورد، امروز اگر شما مشاهده کنید حالا ما تعصب داریم نسبت هر یک مکتبی که در دایره همین جهان بینی دینی ما نیست، نسبت همه تعصب داریم، اعتراض میکنیم، قبولش نمیکنیم. برای همین در مقایسه با دیگر مکتب‌هایی که وجود دارند یا که در مقایسه با دیگر تمدن‌هایی که در گرد اطراف ما هست، ما یک درجه باقی مانده هستیم. بله، ما اکنون آمدیم اشعریه و اینها فکر میکنیم که یک به اصطلاح مدل ساخت و ساز جهان بینی رو تشکیل کردن، به صفت یک پروژه مفکوروی سیاسی عمل کردن و توانستن جامعه رو و خودی مثلا خلافت اینا رو مدیریت کردن. یعنی توانستن مثلا تحقیقات امروزه روانشناسی هم بر همین نکته تمرکز میکنن، اینا کارزار روانشناسی میگن، یعنی با واسطه این بله با واسطه پلی‌تکنولوژی همون دوره اشعریه و طرفدارای اشعریه و اینا توانستن که خلافت هم جلب کنن. همونطوره که مثلا در نهضت ترجمهش به خاطر بیارید همون امیرای مثلا عباسی مامون و هارون الرشید که اونها توانستن که یک فضای معتدل عقیدتی و فکری و بحثی رو به وجود بیارن. شما در یاد بیارید که همین مثلا هارون الرشید امیرالمشککین میگفتن، این خودی مثلا همون نماینده های قشر روحانی متداول اینا رو همین خیلی نام گذاشته بودن. لیکن از بس که خودی دولت و حکومت دستگاهی دولتی در سیمای مثلا عباسیان، در سیمای مامون عباسی و هارون الرشید عباسی توانستن که معتزلیان رو جلب کنن و اونا امکان بحثی و مباحثوی تیان و اون مکتب‌های بحثی و مکتب‌های فلسفی که در اون زمان شدن از طریق مثلا نشر و پخش آثار یونانی اینا توانستن یک تحولاتی در جامعه به وجود بیارن، توانستن یک درجه پیش برن. این است که همون دوره رنسانسی مسلمانی میگن، مثلا آدم میتس کتاب دارد اون دوره را تحلیل میکند. همینطور آمدیم یعنی پروژه های مخصوصی عمل کردن که در مثلا در دایره قالب های سیاسی و مفکوروی عمل کرده توانستند که جامعه را مدیریت و اداره کنند. چرا مثلا همین مکتب های فلسفی، چرا ابن سینا و چرا مثلا زکریا رازی و ابن راوندی و اینها طرفدار نیافتند؟ نتوانستند، چون که اینها به نظر من نتوانستند که در قالب یک پروژه برنامه‌ریزی کنند و مثلا به اصطلاح مناسبتشون رو با مثلا حاکمان دور توسعه بخشند، تشکل دهند تا که اونها از مثلا از قشری مثلا دولت مداری ما اونها رو حمایت کنند و توانند که قشری مثلا عوام رو هم به خود کشند و همین طوری که اشعریه کردن تا امروز مثلا جامعه را مدیریت میکنن در حالت منقورتیزم نگاه میدارن، توانستن اینا هم این کار انجام دهند. بله. اکنون درست گفتین، ما موافق هستیم. اکنون سببش هم شما علاقه در همون شرحی که دوتید کردید. از یک طرف اونها با همین سیاست‌هایی که سیاستمدارانی که در زمان وجود داشتن علاقه‌مندی نداشتن
بله بله دور میگرفتن همیشه از امت دور بودن. اینها با همون مکتب‌های خردگی با همون دایره‌های خرد علمی خودشون محدود شده بودن، برای همین موفق شدن نتوانستن. یعنی با جامعه از سری کار نگرفتن، از جامعه دورشن. همینطوری که مثلا در اسرار میاد تصوف هم این کارو کرد، کناره‌گیری کرد، این زیبا پرستی و اینا هم، و مکتب‌های فلسفی هم مثلا مکتب مشایی و مکتب‌های دیگری هم که بودن، اونها وقتی خودشون رو از همون جامعه و از مشکلات اجتماعی دور گرفتن، یعنی این زیبا پرست شدن، با همون مثلا آزمایش ها و با همون تفکرات با اونا سری سازش کردن، جامعه از اونا امتناع ورزید و جامعه در حالت واکومی فکری قرار داشت، واکومی جهانبینی قرار داشت. این جامعه را اینها اداره کردن توانستن. و تا امروز اگر تصور کنید همین فضای امروزه شرق مسلمانی همین طور است. امروز مثلا اگرچه از نظری مثلا ظاهری تغییراتی هست، مثلا در پوشش های ما و در گشت گذار ما و در مثلا تماشاگری ما و در مثلا سینما و در این چیزا اصطلاح تحولات و تغییراتی هست، لیکن در ذهن ما و در عقل ما و در فراست ما و در درایت ما حاضر هم همون اندیشه های خشک باقی ماندن و مثلا اونا روش سازن. همین طور است. بنابراین انا این مشکل با این مشکلات سر کار میگیریم و میایم سری دنبال همین مسئله که اکنون چیکار کنیم، چی باید کرد که جهانبینی ما صفتاً تغییر یابد از یک جهانبینی مقرری، از یک جهانبینی فتالیستی، از یک جهانبینی باورمندی به یک جهانبینی علمی و منطقی تبدیل یابد. یعنی در شناخت جهان ما توانیم که تصمیمات فردی خودمون رو داشته باشیم. خب البته وقتی که در این مسئله فکر میکنید ایده های زیاد میشد که پیشنهاد کرد که ما باید چیکار کنیم. واقعا هم همین خیلی هست. من میدونم که من همین چندین سال است که برای ترغیب جهانبینی دنیوی و جهانبینی علمی خیلی هم ادبیات ها چاپ شده است، هم برنامه‌های تلویزیونی هست و خب ترغیبات ها وجود دارن، لیکن تاثیرشون کم است. سبب کم بودن تاثیرشون اون است که ما بیشتر باز همون به مثل تنها با سخن با نظریه میخوایم که این مسئله را حل کنیم. حالا که این مسئله است که این باید که یک پروژه بسیار جدی دولتی باشد، در این مسئله باید که یک مبلغ گذاری کلان باشد که ما توانیم که واقعا دیگرگون شویم. یعنی منظور شما معارف است، یعنی پایگاه اساسی شکل دهنده تحریک دهنده جهانبینی و جهانشناسی و جهانفهمی معارف ملی است. درست است. مثلا شما تصور کنید که وقتی که در اروپا با وجود آمد همین نثر روشنفکری آزاداندیشه، اونا چیکار کردن؟ تمام ادبیات پیشقدمی که در جهان بود اونا ترجمه کردن به زبان خودشون. شما فکر کنید فرانسوی ها از سال 1751 تا سال 1772 در مدت 21 سال 35 جلد انسیکلوپدیا چاپ کردن. 72 انا بعدی من 16 سال همین بعد انقلاب فرانسه شد. تصور میکنید که چقدر اونها ذهنها را تغییر دادن. ما باید همین کار انجام بدیم در شکل مدنی. تصور کنیم مثلا همین خیلی مرکزهای هستن که همون کتاب‌های را مبلغ کلان صرف میکنن برای کتاب‌هایی که حاضر همون ضرورت نیست. همون کتاب‌ها همون عاقل مانده هست. ما با اون چاپ اون کتاب یگون کس معتقد کرده نمیتوانیم. نمیشود که همین مبلغ را مثلا برای ترجمه کردن آثار روشنگر پیشقدم جهانی آنها را ترجمه کنیم تا که آنها تاثیر کرده توانند به ذهن انسان‌ها. یا نمیشود که در برنامه‌های تعلیمی این مسئله را جدی اندیشه کنیم. بله، یک مشکلش هم همین است که حاضر در سر همین مثلا پخش و نشر ادبیات، مخصوصا ترجمه ادبیاتی پیشرفته فلسفی، مثلا مکتب‌های فلسفی، جریان‌های فلسفی که در مثلا عصر 20 تاثیرگذار بودند، در تحولاتی که در عصر 20 تحولات فکری و مدنی که در عصر 20 اتفاق افتاد، مثلا آثار سارتر، آثار کامیو، آثار دیگر مثلا بزرگان، آثار مثلا والتر، بله، ولی معارف پرورای فرانسه، بله، اینا انکن میگه که همین اول برای با وجود آوردن همین شرایطی پخش و نشر، اول شرایط و محیطی فکری با وجود آوردن در کار که نفرایی که ترجمه میکنن مثلا زبان‌ها میدونن، زبان فرانسوی میدونن، زبان روسی میدونن، زبان انگلیسی میدونن و از این زبان‌ها ترجمه میکنن، اونها خودشون در همین جریان قرار داشته باشن. یعنی اونها جهان شناسی اونها هم جهان شناسی منطقی و علمی باشد، دنیوی باشد. تنها در این صورت ما میتوانیم، اگر فرضاً
جهانبینی اونا دینی باشه و جهانبینی مذهبی باشه، مثلا جهانبینی خشک باشد، او در ترجمه هم میتواند که ضرر رساند، صدمه ایجاد کند و مثلا تاریخ هم ترجمه زیادی اینطوری را هم در نظر گرفته است که با واسطه اونها باز جامعه تغییر می‌یابد، وارونه می‌شود. بنابراین این مشکل هم داریم که اول باید که سریع اون تمرکز کنیم که همین مرکزهای ترجمه ما و نفرهایی که به این کاری خیلی زحمت طلب است و خیلی مشکل هم هست ترجمه این اثر، این هم ما می‌توانیم که مثلا تجربه ابتداییش از مکتب‌های عالی شروع کنیم، مثلا همون کارهای دیپلمی و کارهای کورسی که میشوند در زمینه مثلا محصلین کورس‌های فلسفی، مثلا اختصاص‌هایی که فلسفه هستن، اختصاص‌های روانشناسی هستن، اختصاص‌های جامعه شناسی هستن، اختصاص‌های فرهنگ شناسی هستن، اختصاص‌های ادبیات هستن، اینا از اون دوره ترجمه را به اصطلاح مشق کنن، تمرین کنن تا که توانن که مثلا در کورس 5 در سال پنجمی تحصیل یا چهارم یا ششمی تحصیل در دوره تحصیلات ماجستری الکی کاری مثلا ماجستریشون ترجمه اثر مثلا سارتر باشد یا که کامیو باشد یا که نمیدونم مارسل باشد، گابریل مارسل باشد یا که والتر باشد، دیدرو باشد. یعنی همین شرایطی تمرینی فکری رو در مثلا میان دانشجوها و محققا اینا با وجود آوردن در کور تا اینا هم اول سطح آگاهی اینا بلند شود. اگر سطح آگاهی پایان بیاد، مثلا ما او فریفته عنوان و درجه ها بشویم و بگیم که اینا با همون درجه رسیدن و این کار رو از دستشون نیاد، چی؟ این مشکل هم داریم. درسته. لیکن مسئله اون است که ما باید که تنها تصور نکنیم که اگر ما ترجمه کنیم اگر بعد جهانبینی ما تغییر می‌یابد. این غیر امکان است. می شود که توسط همون برنامه‌هایی که وزارت معارف مثلا جاری می‌کند کودک‌ها را از سنی حتی از دوره که در باغچه می‌رود الکی تفکر آفرندگی، تفکر ایجادی را در وی باید جاری کرده شود، در وی تعلیم داده شود که با همین روحیه اونها کلان شوند. همین چیزا رو ما در برنامه تعلیمی که وجود دارد مشاهده نمی‌کنیم. مثلا مؤسسه‌های تا مکتبی داریم، اون پرورشگاه‌ها و شیرخوارگاه‌ها و اون مثلا باغچه‌هایی که شما مثال آوردید، یعنی از اونجا جهانبینی با واسطه تصویرها و صورت‌ها و عکس‌ها ساخته می‌شود. یعنی این گونه برنامه‌ریزی‌هایی که از اون مثلا زینه‌های ابتدایی تحصیلاتی مخصوصا تحصیلات تا مکتبی شروع کنیم، از اون پرورشگاه و از اونجا که مثلا در شکل تصویری، در شکل عکسی، در شکل فیلم‌های تصویری توانیم که او با فرزندای مثلا نسل نورس و نسل مثلا جوان خودمون رو از اون سین سال بیدار کنیم با واسطه مثلا مخصوصا در باغچه‌ها و در اینا مثلا در پرورشگاه‌ها با واسطه مثلا کتابچه‌های خردی تصویری ما میتوانیم که همین نوع جهانبینی رو با واسطه رنگین کردن اون تصویرها، با واسطه با وجود آوردن هنر استعداد پرسشگری اونها ما میتوانیم که آهسته آهسته و زینه به زینه به طور تدریجی و مرحله‌ای به همین مرحله جهانشناسی علمی رسیم، به جهانشناسی فلسفی رسیم و همینطور جهانشناسی علمی رسیم و ملت رو، جامعه رو از این بنبست‌ها و چالش‌ها به آسیب به در بیاریم. تشکر و فکر می‌کنم که صحبتی خوب هم کردیم. این سلسله صحبت است، ما باور داریم که در نشرهای من بعدی برنامه جاذبه حتما با شما صحبت میکنیم و من فکر میکنم که یک دو بار نیم، ممکن که 10 بار 15 بار سر این مشکلات برمیگردیم، چون که این مشکلات باید که ریشه شناسی شود. تا ریشه شناسی نکنیم، تا مشکلات رو از بنیاد بررسی نکنیم، نبینیم، تا مثلا اون مشکلات و عقده ها رو، معماها رو بازگو نکنیم و نشناسیم و به اصطلاح دیاگنوستیک درست نکنیم، ما نمیتوانیم که موفق شویم. تشکر زیاد برای صحبت جالب و فکر میکنم بیننده ما هم از این صحبت تا اندازه یک چیزهای بهره برد و فکر میکنم در ریشه شناسی مشکلات، در فهمیش همین مسئله، یعنی بحران جهانبینی و وضع جهانبینی در شرایط امروزی ما یک چیزایی برای خودش گرفت و تا صحبت‌های بعدی به شما اظهار سپاس میکنیم و باور داریم که در صحبت‌های من بعد ما را همراهی میکنید. بینندگان ارجمند به پایان برنامه جاذبه رسیدیم و در پایین وبسایت ما www.ravshanfikr.tg است. می توانید پرسش و سوال‌های خود را، تکلیف و پیشنهادات خود را عنوانی وبسایت ما ارسال دارید و از این طریق می توانید در رد و بدل‌ها در بهتر گردیدن برنامه سهم خود را گذارید. تشکر به شما بینندگان ارجمند و روزگار خوش و بامرام و ایام بکام.